علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سوال دیگرش دیگه است که از چه کسانی روزه گرفتن ساقط شدگی است؟ بارک الله فیکم. الله عز وجل در سوره بقره در آیه 185 میفرماد که و من کان مریضا او علی سفر فعدة من ایام اخر. پس هر کسی که مریض باشد یا اینکه در سفر باشد، پس تعدادی از روزهای دیگر را بر عوض همون روزهایی که مریض بدک و روزه اش را خورد یا اینکه در سفر بدک روزه اش را خورد، پس تعدادی روزهای از دیگر را روزه بگیرد. الله عز وجل برای شما آسانی میخواهد. یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الله عز وجل برای شما آسانی میخواهد و الله عز وجل برای شما سختی را نمیخواهد. و این از رحمت الله عز وجل برای بندگانش است. پس هر وقتی که یک شخصی در بیماری باشد، در مریضی باشد، همون بیماری که روزه گرفتن برای او مشقت می آورد، یا اینکه شفا یافتن همون شخص بیمار را به تأخیر می اندازد، و یا اینکه در مریضی و بیماریش اضافه می شود، یعنی مریضی و بیماریش زیادتر می شود، پس این در شریعت یعنی میگن شخص مریض، پس در این وقت میتواند که این نفر روزه اش را یعنی که بخورد. و دیگر کسی که در حالت سفر باشد، دوم شخصی که از روزه گرفتن ساقط است و ساقط شدگی است به نص کلام الله عز وجل، این شخصی مسافر است. و شخص مسافر چه در حالت سفرش چه با او مشقت باشد چه مشقت نباشد، مطلقا مسافر میتواند که روزه اش را بخورد. و این غلط و اشتباه است، چون که بعضیا این گونه فهمیدگی هستند که اگر مسافر در حالت سفرش بر او مشقت نباشد، و مثال میزنن، مثال زمان ما و شما را که خصوصا میگویند که خصوصا در زمان ما و شما که الان سفر با هواپیما یا اینکه با ماشین میشود و این سفر خیلی فرق میکرد از سفرهایی که در زمان قبل با اسب و با خر و از اینها بودک، و از این لحاظ میگن که در اینها مشقت نیست، پس مسافر نمیتواند که روزهاش را بخورد. و این غلط و اشتباه است. الله عز وجل ذات علیم است و حکیم است و میدوند که چه چیز برای بندگانش ضرر است و چه چیز برای بندگانش ضرر نیست. الله عز وجل است که ایرا که بیان میکرد و ایرا تشریح میکند. از این خاطر الله عز وجل عام ذکر کردن و فرمودن که او علی سفرین، کسی که بر سفر باشد. ولی فرق نمیکرد چه در سفر شخص مشقت داشته باشد یا که مشقت نداشته باشد. بله اگر مشقت نباشد، اگر روزه گرفتک هیچ باکی ندارد و روزش صحیح است و بعض از علما میگن که این افضل و بهتر است. و اما اگر که براش مشقت باشد، در این وقت براش لازم است این که روزه را بخورد و این افضل و بهتر است. ولی اگر که براش مشقت نباشد هیچ باکی ندارد و رخصت دارد و میتواند که روزه اش را بخورد. بله بارک الله فیکم. و دیگر کسانی که از اونها روزه گرفتن ساقط شدگی است، این زنی که در حالت حیض یا که زنی که در حالت نفاس است. پس زنی که در حالت همون حیض باشد یا اینکه نفاس باشد، پس براش روزه گرفتن جایز نیست، بلکه بعد از اینکه صحت یافتن باز روزه اشان را دوام میدهند و در عوض همون روزه هایی که در هنگام حیض بدن یا که نفاس بدن روزه هاشون را خوردن، بعد از گذشتن ماه مبارک رمضان فورا چیکار میکنن؟ همون روزه قضایشان را بجا می آورند. بله روزه قضایشان را بجا می آورند، چون کسانی که اگر بخواهند که بعد از او 6 روز شوال را یعنی که روزه بگیرن و همون اجر ثوابی 6 روز از روزه گرفتن ماه شوال را به دست بیاورند، پس این گونه انسان ها اول باید که قضایشان را به جا بیاورند. بارک الله فیکم. و دیگر کسانی که از اونها روزه گرفتن ساقط شدگی است، این پیرمردی است که سینش بالا رفتگی است یا اینکه زنی که سینش بالا رفتگی است و نمیتوانند که روزه بگیرن، پس اینها روزه اشان را میخرن و در عوض هر روزی که خوردگی هستن یک مسکین را به اندازه نصف ساع از همون طعامی همون شهر طعام میدهند. و این ثابت است از انس بن مالک رضی الله عنه که یک سال ضعیف شدن، نتوانستند که روزه ماه مبارک رمضان را روزه بگیرن به سبب همون سین سالشان بالا رفتگی بدک. پس در یک ظرف یک طعام درست کردن به نام ثرید که و در فارسی ترید میگن، و 3 تا از مسکین را دعوت کردن و اونها را یعنی که طعام دادن. پس این است همون فدیه کسی که سینش بالا رفتگی است، مردی که سینش بالا رفتگی است و استطاعت و توانایی روزه گرفتن را ندارد، یا اینکه زنی که سینش بالا رفتگی است و استطاعت و توانایی روزه گرفتن را ندارد، پس در عوض هر روزی که روزش را خوردگی هست به اندازه همین نصف ساع چیکار میکند؟ مسکین را، هر مسکین را بر عوض هر روزی که خوردگی است به اندازه نصف ساعت طعام میدهد. بله. و دیگر کسی که از او روزه گرفتن ساقط شدگی است، این زنی که در حالت حامله است، زنی که حامله است و همچنین زنی که در حالت زنی که شیر دهنده است. پس زنی که حامله است و خوف
براش آمد اینکه اگر روزه بگیرد ضرر بر طفلش میآید، پس در این وقت روزهاش را میخورد و بعد از گذشتن ماه مبارک رمضان، بعد از اینکه حمل کردن و از نفاس یعنی که پاک شدن، پس در عوض هر روزی که خودگی از روزه میدارد و در عوض باز هر روزی که خودگی است باز یعنی که فدیه میدهد به اندازه نصف ساع. بله، و همچنین مرضع، کسی که شیر دهنده از زنی که طفل دارد و طفلش را شیر میدهد، اگر احساس به این کرد که اگر که روزه بگیرد و شیرش خشک میشود و این مریضی برای کودکش میآید یا که ضرر برای کودکش میآید، پس در این وقت میتواند که زن شیر دهنده روزه اش را یعنی بخورد و در عوض هر روزی که خوردگی است روزه میدارد قضایی و همچنین فدیه میدهد در عوضی که هر روزی که خوردگی است به اندازه نصف ساع از همون طعامی مشهوری که در همون شهر که خورده می شود. بارک الله فیکم. این بدک در رابطه با کسانی که از اونها اینه که روزه گرفتن شرعا ساقط شدگی است. بارک الله فیکم.